ایران سالانه بیش از 600 میلیون دلار برای واردات موز هزینه می‌کند. این میزان معادل 700,000 تن موز در سال است. رقمی قابل توجه که نشان از وابستگی بالا به واردات این محصول پرمصرف دارد. با توجه به شرایط اقلیمی مناسب در مناطق جنوبی کشور، به ویژه در سواحل مکران، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و همچنین امکان توسعه کشت گلخانی در سایر مناطق، بستر مناسبی برای تولید داخلی موز فراهم شده است. در همین راستا، پروژه‌ای با هدف آشنایی با شاخص‌های اقتصادی گلخانی تولید موز در زمینی به مساحت 3000 متر مربع طراحی گردید. در این گلخانه امکان کاشت حدود 1000 اصل نهال موز وجود دارد که با عملکرد متوسط 65 کیلوگرم محصول به ازای هر نهال در سال تولیدی در حدود 65 تن را به دنبال خواهد داشت. بر اساس مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده در ایتر، سرمایه مورد نیاز برای اجرای این پروژه حدود 4.5 میلیارد تومان برآورد شده. قیمت تمام شده هر کیلوگرم موز در فروردین 1404 حدود 23,000 تومان به دست آمده. نرخ بازده داخلی 28% محاسبه گردیده و دوره بازگشت سرمایه کمتر از 4 سال خواهد بود. این پروژه با تکیه بر ارزش افزوده بالا و تولید پایدار، فرصتی کم ریسک و سودآور برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نوین ایران محسوب می‌شود.